محمد اگر ما بخوایم با گجت هامون از خدمات تجارت الکترونیک استفاده بکنیم و خدمات پیشرفتش، باید گجت هامون امکانات و ویژگی‌های خاصی هم داشته باشه. آره دقیقاً همینطوره. همونطوری که خودت هم می‌دونی نسل جدید محصولاتی که وارد بازار میشه تو حوزه گجت معمولاً از تمامی امکانات ارتباطی و شبکه‌ای نسل داره استفاده می‌کنه. اتفاقا محصولی هم که می‌خوام این هفته معرفی بکنم که یک هفته است وارد بازار شده اینی که می‌بینی. این به نظر یه تبلت ساده میاد. خیلی اشتباهی تو رو می‌کنم میلاد، چون فقط یه تبلت نیست. جالبه، این گوشی موبایل پشته؟ آره این محصول اسمش پدفون اینفینیتیه و محصولاتی که تو این حوزه قرار میگیرن معمولا تشکیل شدن از یک تبلت و یک گوشی تلفن همراه که البته به خودی خود تبلت اسمشون نیست و بهشون معمولا استیشن میگن، چون به خودی خود کاربردی ندارن و یعنی تنهایی کار نمیکنن. تنهایی کار نه اینکه تنهایی کار نکنن، فقط در قلب خودشون یک باتری قرار داده شده که در حقیقت تو میتونی گوشی رو داخل اون بذاری و از پردازشگر و امکاناتی که توی صفحه نمایش گوشی میبینی همون چیز رو عیناً روی صفحه تبلت هم ببینی. یعنی در واقع پردازشگر این استیشنی که شکل تبلته توی گوشی موبایل خودش پردازشگر خاصی نداره. دقیقاً همینطوره. اما یه نکته خیلی جالب بعد نیست بهش اشاره بکنم که معمولا شما زمانی که گوشی رو داخل این تبلت قرار میدید، داخل این استیشن قرار میدید، با توجه به باتری خود استیشن شما میتونید گوشیتون رو هم شارژ بکنید. نکته که خیلی جاها ممکنه به درد بخوره و براتون کاربرد داشته باشه. چه ویژگی‌هایی داره؟ خب در مورد خود تبلت اگر بخوام اشاره بکنم این که این تبلت یک صفحه نمایش 10 اینچی تشکیل شده که وضوحش یک وضوح فول اچ دی هستش، یعنی در حقیقت 1920 در 1080 پیکسل و همونطور که گفتم پردازشگر یا پردازشگر گرافیکی خاصی نداره و از گوشی خودش داره استفاده میکنه. اما در مورد خود گوشی اگر بخوام بهش اشاره بکنم اینه که خب این گوشی جزو نسل جدید محصولات هستش و طبیعتا از یک پردازنده 4 هسته‌ای بهره میبره، یه دوربین 13 مگاپیکسلی داره و البته صفحه نمایش قدرتمندی از انواع سوپر آی پی اس پلاس که یک صفحه نمایش 5 اینچی است و اون هم تصاویر رو میتونه با کیفیت فول اچ دی عرضه بکنه. کار کردن باهاش باید لذت بخش حتما ازت میگیرم، یکم باش کار بکنم ببینم چطوره. حتما بعد از برنامه با هم چک می‌کنیم. بسیار عالی، ممنونم که بهمون رو معرفی کردید.